من از آقای کابلی پرسیدم که سردار حاجی زاده یکی از نظامیان چهره‌های نظامی ایران است. او در یک اظهارات خود گفته که به شکل پای آمریکا را در تنش‌های مرزی به میان آورده و گفته که خب ما به شکل گفته یک دام آمریکا است و اگر و ما دقیقاً با سربازان نیابتی آمریکا می جنگیم. پرسش من این بود که اگر واقعا بحث نظامی بلندتر بره و گرمتر شود، فکر نمیکنین به یک شکل خب ایرانیا برای از یک بسیج افکار آمه میگه که ما خب داریم با سربازان به قول اونا با سربازان آمریکایی که در افغانستان هستند با سربازان نیابتیشان می جنگیم. پیشنهاد ما برای برادرای ایرانی ما ای است، از اینکه همسایه هستیم، از اینکه کشور اسلامی هستیم، ما گفتیم که جمهوری اسلامی ایران همه نام ایران خط بزنه. سرزمین افغانستان نوشته سرزمین افغانستان نوشته کو اسرائیل هم کدید کار نداره، امریکا هم کدید کار نداره. در کره زمین ما کسی را ما ببینیم که به طرف کسی کنه. چرا ما 40 میلیون نفوس مجاهدین در اختیار ما دارم، بسیار امکانات بالا ما در اختیار داریم. چرا علم ما بالاست، هیچ چیزی نداریم، علم ما بالاست. از ثروت سرمایه و هستی و دارایی کذا علم بهتره. چرا از ثروت سرمایه کار بگیری کم میشه، از علم کار بگیری زیاد میشه و علم ثروت سرمایه را نگاه میکنه.